اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. صدق الله العظیم. الله تعالی، الله ذوالجلال، الله قادر و یکتا، الله پاک، احد، صمد، لم یلد و لم یولد، در کتاب پاکش قرآن است. این کتاب در نزد ما در جزء 14 در سوره هجر آیت 8 1400 سال پیش فرموده بود، یعنی با واسطه جبرائیل علیه السلام پیامی حق می برد یا وحی می برد به رسول خدا صلی الله علیه و سلم. حضرت جبرائیل بود، یعنی استاد رسول الله جبرائیل علیه السلام است. همین آیت به حبیب خدا رسوند که حبیب خدا را می گفتند وقتی دعوت میکرد مشرکا دشمنای قرآن، می گفتند این سخنای تو میگوی سخنای نعوذ بالله یک دیوانه شاعر و سخنای پیش خودت میگوی. اگر که تو سخنی واقعی میگوی، حتی همین چند آیت پیش از همین آیت ما خوندم در همین سوره است که میگفتن اگر سخنی حق میگوی برای ما چرا ملائکه نمیان دعوت کنند؟ اگر واقعا خدا باشد و خدا چنین پیام ها داشته باشد چرا فرشته ها نیامدن و تو برای ما گفتی؟ اما الله تعالی گفت که نه، این فرشته ها برای تبلیغ نیستند، فرشته ها برای فیصله اند. یعنی فیصله چیه؟ همون عذاب. فیصله از جانب رب شد، حتما فرشته ها میفرستند برای عذاب دادن. و پروردگار همین آیت یا که همین سخنش با واسطه جبرائیل علیه السلام با حبیبش حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم آخرین پیامبر ذکر کرد، گفت هدیه کرد این آیت که بگو برای این دشمنای کتاب، دشمنای دین، دشمنای خودت ای رسول الله که اینا نحن نزلنا ذکر. ما، الله تعالی تاکید میکنه، تاکید هم میدونیم، تاکید میکنه که ما این کتاب نازل کردیم برای پند، برای پند، برای درس گرفتن، تعلیم گرفتن، برای شناختن، شناس شدن. این کتاب قرآن، کتاب پاک، اینا نحن نزلنا ذکر و اینا له لحافظون. و بازم تاکید میکنه، تاکید میکنه پروردگار، تاکید بر تاکید میکنه که ما ایرا حفاظت میکنیم قرآن، له لحافظون. ما برای قرآن محافظیم، نگهبانیم و تا قیامت. ببینید 1450 یا 460 سال گذشت، یعنی بیش از 1000 سال گذشته در قرآن یگان الهوگی نیست، یگان کس هم جرأت نکرده است و نمیتونه، زیرا وقتی رب العالمین صاحب کتاب، خالق همه مخلوقاتی روی زمین، تای زمین، تاری زمین، تاری آسمان چنین وعده میده، چنین سخن میگه، و سخنش حتمیه. انسان میتونه خطاها داشته باشه، در دیگر کتاب ها تغییر الهه ها شد، مانند حتی در تورات، انجیل، زبور کتاب های پروردگار بودن، اما در قرآن نشید و نمیشود و نخواهد شد، زیرا الله گفته است که ما تا قیامت او را حفاظت میکنیم. کتاب عظیم، کتاب بسیار مقدس که تمام انسان ها میتونن که از این استفاده برند، تمام انسان ها. کتابی که برای تمام دوست، دشمن، دیندار، بدین نصیحت میکنه، راه خوب نشانش میده، راه راست نشانش میده، راه موفقیت نشانش میده. حلال، حرام، سیاه، سفید، تازه، جزیر،
ҳамаи масъалаҳои зиндагиро ҳам дунёгиша ҳам барои охираташ дар ин китоб гуфтагиҳои хайри тамоми инсонҳое ки дар дунё ҳастанд барои охиратшон ҳам ҳастанд. китоб яъне хайрхоҳи дунёи мову шумо ва охирати мову шумои